ما دیگه دشمن تعقیب نمیکنیم. ما فعلا چون برای ما گفته اگر نه ما اونا را مثل موش از سوراخ‌هاشون میکشیدیم. هدایت همی است و ما شما عسکر هستیم، مطابق با هدایت اجرات میکنیم. به خاطر صلح ما جنگ میکنیم که صلح بر دست بیاریم. ما جنگ میکنیم که آینده روشن مردم افغانستان رقم بزنیم. ما جنگ میکنیم که دیگه نسل بعدی مثل ما وری به زحمت و به تکلیف نباشه. ما جنگ میکنیم که دیگه اشک یتیم جاری نباشه. ما جنگ میکنیم که دیگه ما محتاج به همسایه ها به سایر کشورها نباشیم. ما میرخوایم که بیرق مقبول سه رنگ ما شما به اعتزاز است. ما میخواهیم که در کشور خود هویت خود، عزت خود